لازانیایی میخوایم درست کنیم که سس بشامل نداره و اینکه نیازی نیست که ورقه های لازانیا داخل آب بمونه. با من همراه باشید تا این لازانیای جذاب و خوشمزه رو با هم دیگه درست بکنیم. پیاز رنده شده همراه با گوشت چرخ در تفت میدیم. ادویه های لازم رو بهش میزنیم. براتون مینویسم که چه ادویه هایی بهش اضافه کردم. بعد از اینکه کاملا تفت خورد، قارچ‌ها رو خورد میکنیم، به مواد گوشتیمون اضافه میکنیم، یه مقدار آب لیمو. من از لازانیای پیش پخت همیشه استفاده میکنم. بعدم ادویه لازانیا رو مخصوص لازانیا رو بهش اضافه کردم. بعد یه قاشق غذاخوری رب تفت میدم، آب بهش اضافه میکنم تا مواد گوشتیمون بپزه. کف تابمون رو چرب میکنیم. لازانیایی که نیاز نیست به آب و کف تاب میچینیم. مواد گوشتیمون رو میریزیم روش. فقط حواستون باشه که باید مواد گوشتیتون یه مقدار آبدار باشه، یعنی نباید بذارید کاملا مواد گوشتیتون آبش کشیده بشه. بعد پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه پنیر پیتزا رو اضافه کردیم، لایه به لایه مواد رو میچینیم. فقط در مرحله آخر ورقه لازانیا رو داخل آب گذاشتم که نرم بشه. بعد پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنم. در آخر روش رو فویل میکشم، چند تا چاقو میزنم داخل فر، یه رو با آخر روش رو بر میدم تا طلایی خوشگل و خوشمزه بشه. نوش جان همگیتون.